ولی پیغمبرمون میگه هر کسی که اگر سحر برای خاطر نداشتنی در خانه چیزی اگر بخیزه و میگه هم تا چهرش ترش کنه غمدار خودشا بگیرد، او همچنان است که خداوند در بین مردم غیبت کرده. هر کسی که میگه اگر پیغمبرمون یک آدم مالدار اگر به خاطر پولش اگر تعظیم کنه و دستاش پیشی بر کند، سه یک دینش عیبین میرود. این عالم برادرای عزیز وقتی این گپ از مردک پولدار که شنید، گفت شرم میاد در یک خانه قرار دارم که صاحب این خانه ماندگی من است حاجت طلب کنم. برادر عزیز سخن بینید، من در مسجدم، این خانه خدا ہے، من در خانه خدا ماندگی است طلب کنم. میگه این مردک